اینجا تنه مهتاب پزی. امروز میخوایم این پلوی کته قالبی همراه با تهدیگ رو درست کنیم. این هم سیراب یه نوع مزه گیلانی که در کنار ماهی و برنج کته یه ترکیب فوق‌العاده است. من اینجا 3 تا پیمانه برنج دارم که اون رو خوب با آب سرد میشورم تا آب روی برنج کاملا زلال و صاف باشه. این نکته برای پختن برنج کته خیلی مهمه و رو طعم برنج تاثیر میذاره، برای اینکه ما با همون آب برنج رو میپزیم. پس اونقدر برنج رو میشورم تا آب روی برنج کاملا صاف و زلال بشه. و حدود چند ساعت، مثلا حدود 1 تا 2 ساعت میذارم برنج خیس بخوره و بعد آب برنج رو کاملا خالی میکنم. یه دور دیگه آب میکشم و کاملا آب برنج رو خالی کردم تا میزان آب رو با پیمانه هم نشون بدم. الان من یه لیوان آب اضافه کردم، لیوان آب دوم رو هم اضافه کردم. حدودا 1 بند انگشت روی برنج آب هست. من با همین لیوان هم برنج رو پیمانه کردم. 3 تا پیمانه برنج داشتم، 2 تا پیمانه آب استفاده کردم. شعله گاز هم تقریبا باید زیاد باشه همطوری که تو فیلم میبینید و بعد با توجه به ذائقه خودتون بهش نمک بزنید. من 2 قاشق نمک اضافه کردم و یه بار هم میزنم تا نمک تو آب برنج حل بشه. تو این مرحله که آب برنج خیلی کم شده باید بالا سر برنج واسنیم و همش بزنیم. اگه میخواین برنجتون دوم بشه و مثل آبکش باشه باید بذارین تمام آب برنج کشیده شه، فقط در حد یه رطوبت و 1-2 قاشق آب داشته باشه. من توی مرحله بهش روغن اضافه میکنم، یه ذرم برداشتم که دیدم برنجم نرم شده. اگه برنج نرم نشده باشه یعنی آب برنج کافی نیست و باید چند قاشق دیگه توی این مرحله به برنج آب اضافه کنیم. الان اینجا آب برنج من کشیده شده، حدودا فقط 1-2 قاشق آب داره، حالت یه رطوبت نسبی برنج داره. با همون میزان آب برنج رو باید بذارین تا دم بکشه. در قابلم روش میذارم و حرارت رو کم میکنم تا برنج دم بکشه. وقتی برنج بخار کرد یعنی پلومون پخته. من یه دونه بر میداره، همجوری که میدید هم دونه و هم پخته. اگه تو این مرحله هم احساس کردین برنجتون سفته میتونین 1-2 قاشق آب روی برنج بریزین و بذارید دوباره در قابلمه رو تا خوب بپزه. ولی آبی که من به برنجم اضافه کردم کاملا میزون بوده، برنجم خوب پخته و حسابی دونه. برای قالبی شدنش هم باید دور تا دور برنج تهدیگ بشه. دیدن ویدیوهای بیشتر کانال مهتاب پز رو سابسکرایب کنید.